السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه هستم. التماس با سوالهای من جواب گردونید. 2-3 نفر دوست من نماز میخوانند ولی بعد خفتن عرق مینوشند. من با آنها میگویم که این کار شما نادرست است. التماس با این مسئله جواب درست دهید. ان شاء الله من جمعه آینده در باب این عرق نوش ها برای شما خبر میدهم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. پروردگار شما پاک است، فقط عمل از پاکان قبول میکنه، از غیر پاکان عملشون قبول نمیکنه. خداوند در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. خب برادران که از شرکت شفافرما دو روزه کسب میکنیم، مرحمت یعنی بروی هستن که تاجیکستان شو باید امروز روی کنیم. روغن کوثر، ام پلوس، همچنین امیگا 3 شیتوید که برای ذوب، ایشان برای ذوب میباشه. روغن دونای انگور، ساخرنی دیابت، مینوکسیدیل برای برآوردن موی سر، ریش، همچنین کارول کوژا و سامینوان برای بزبالا شدن، روغن شروک. همین خیلی دوروی هسته که این روزه زکات شدگی تاجیکستان. ما هر روزه تاجیکستان بروی میکنیم. طریق سمالیات کدومی میتونه لازمش باشه زکات کنه. شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل میکنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، یک سوال دارم درباره علی شیر خدا با همه ما نقل میکردید. انشاءالله من بعد موضوع خمر، عرق، یک موضوع دیگه داریم به نام کبر، که آدمایی که تکبر هستند، کبر میکنن، اینها را چگونه هست در شریعت. بعد او خدا خواسته باشد درباره این چهاریار ما برای شما حکایه میکنم که ابوبکر کی بود، حضرت عمر کی بود، حضرت عثمان و علی کی بود. انشاءالله من برای شما خبر میدیم. و این علی شیر خدا گفته این کنیت حضرت علی هست که حبیب خدا را اسدالله میگفتند. اسد گفته عربها، شیر میگویند، یعنی شیر خدا گفته. این کنیت حضرت علی بودند. و حبیب خدا گفتند ای علی، گفتند خداوند به تو 3 چیز را خاصه دادگی هست که به کسی دادگی نیست. گفتند چی هست ای حبیب خدا؟ گفتند یکم با دستور پروردگار من دختری خودم را فاطمه را در نکاح تو در آوردم. و دوم چیزی که من خداوند برای تو داده است این فاطمه سرداری رئیسی همه زنها در بهشت است. و دوم نعمتی که خاصه تو را دادگی هست پروردگار، این امام حسن و امام حسین است که این رئیسی جوانهای در جنت است. و سوم چیزی که خداوند بر تو داد، این دامادی تو بر من است که من سید اولین و آخرین هستم، که این فقط برای تو موفق است. از این دیگر بزرگتر چیز بلندتر نیست. گفتند انشاءالله من حیات و زنده و سلامت باشیم این مسئله را برای شما میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من 2 سوال دارم، میخواهم از زبان شیرین شما جواب گیرم. قضایی خواندن فرض است یا سنت؟ التماس خود همین روز جواب گردانید. دوم، در وقت نماز در پیش جای نماز چوب مانده گذاشتن چی معنا دارد؟ خدا یارتان با. نماز قضایی را خواندن نزد مذهب ابو حنیفه این واجب است. یعنی ما و شما هم قضایی هایی که از ما و شما بود نخواندیم، زمانهایی که شاید غفلت بود، بی پروایی بود، سختگیری ها بود، ترکشان که کردیم، باید در گردن هر کدام ما و شما واجب است که باید این ما و شما ادا کنیم. و دوم سوالی که کردن در پیش، یعنی فقهای ما و شما میگویند این ستره هست
که وقتی نماز میخوانه ما و شما به قدر ذراعین میگوید صاحب مختصر، یعنی از 50 سانتی متر کمتر نباشد، و غلظ اصبعین با همین نر انگشتی که ما میگوییم با این با مقدار همین غوصتر باشد، باریک نباشد. تغرد حذاء احد حاجبی، و همین چگونه میگوید میگذاری، یعنی نزدیک میگذاری که از بینش کسی گذشته نتواند، و دیگر این که یا در طرف راست یا در طرف چپ، یعنی در مابین یکی از این ابروانی که داره ما و شما از این گذاشته شود میگوید. انا این از قاعده همون ستره، یعنی ما و شما وقتی اون بعضی ما و شما جاروب میمانند، تیاقهاشان میمانند، اینا از ستره حساب نه. کسی گذرد اگر گناهگار میشود، باید راست باشد، خواباندگی نباشد. خواباندگی البته در خواباندگی شما گناهگار میشوید. میتوانید شما کرسی مانید، میتوانید شما بالشت ها را اگر تل کرده مانید، پرده باشد پرده ها هم ستره میشوند، دیوال باشد دیوال هم ستره میشود، لیکن خواباندگی نباشد که اینها از ستره حساب نمیشوند. شما و گذرانده گناهگار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، داملای محترم، چند روز بعد سفر حاجیان سر می شود. از پیش یا پس اون نان کردن آیا در دین اسلام چی خبر آمده است؟ هر جایی که باشد، چه حاجیان می آیند چی می روند، حبیب خدا برای همه ما و شما گفتند ایتو دعوت اذا دعیتم، هر جایی که شما را دعوت کردن روین، جایی که دعوت تا نکردن قبول نکنید. برای آمدن حاجیان این در ما و شما علاقه هست، وجود دارد که آمدن برابر یک طبق نان میکنن، ما و شما را فریاد میزنن. همان روز که رفتیم نانشون که خوردیم، دعاشون که گرفتیم، دیگر دوم باره و سوم باره حاجی آمده است گفته دیگر اطراف خانه همون را اشغال کنیم، اینش علاقه بیناموسی میشود. لازم نیست. رفتیم دعاش گرفتیم، نانش خوردیم، بس به همون دیگر خانه را ترکش کنیم. زیارتش در مسجد کردن میگیریم، مسجد که آمد همینجا زیارت کرده و هر روز دعاش گرفتن میگیریم. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه هستم. التماس با سوالهای من جواب گردونید. 2-3 نفر دوست من نماز میخوانند ولی بعد خفتن عرق مینوشند. من با آنها میگویم که این کار شما نادرست است، التماس با این مسئله جواب درست دهید. انشاءالله من جمعه آینده در باب این عرق نوش ها برای شما خبر میدهم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه، پروردگار شما پاک است، فقط عمل از پاکان قبول میکنه، از غیر پاکان عملشون قبول نمیکنه. خداوند در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمن ها نجات یافتند. کدام مؤمن ها؟ همون مؤمن هایی که در نماز خاشع باشند، شکسته دل باشند، این یک تضرع داشته باشند. وقتی وای عرق نوشید وای در نماز خاشعش گم می شود. دوم، بعد کشیدن ناس دست رو میکنن، آیا این درست است؟ التماس من در نماز اشتراک دارم، انتظار جوابم. بعد کشیدن ناس یا بعد کشیدن سیگارت، اینها در ما و شما در البته طهارت دست رو میکنیم و مردم ما و شما هم به خود دلیل ها دارند در این باب که حرام بودن ناس و سیگارت. امروز کتاب های آمدگی هست که از کتاب های معاصر است، حاضر زمان است، از طرف شیخ های عرب در دست من هست که با چندین دلیل ها حرام بودن این اثبات کردن. از این خاطر مادامی که به این حرام کرده که وقتی دست میزنن طهارت کردنش نیکو گفتن، خوب گفتن. از این خاطر خوب است که اگر بعد ناس یا سیگارت کسایی که مثال استفاده میبرند طهارت کرده بعد نماز خوانند. لیکن باور کنین من حیرت میمانم که باز میگویم آدم مسلمان باید پاکیزه باشد. این ناس از ما و شما نیست. آخر کنی شما یگان حدیث آرین
که آیا پیغمبری خدا از اینا استفاده می برد؟ آیا یگان عزیزان ما و شما صاحب 4 مذهب کدام دوستی خدا نازکش بود یا سیگارت کش بود؟ اینا از مردم مسلمان نیستند. وقتی دهانهای شما بوی میکند، بدنهای شما بوی میکند، ملائکه ها آزار مییابند. این حدیث پیغمبری خداست. از این استفاده نبرین. ای بس شرمم هست، گناهگارم میشوید. اینم از اسراف است. پولهاتان در راه نادرست صرف میشود، هیچ فایده ندارد، نه فایده دنیوی و نه فایده اخروی، هیچ فایده ندارد. سلام ای دوستی خدا حاجی میرزا، از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من روشنی اندازید. گرفتن زن کلان از مرد روا است و گوید که تا چند سال کلان بودن زن از مرد روا است، فقط با نکاح حلالی، با احترام یکی از مخلصان 5 وقته نماز شما. اختیار به شما است. پیغمبر خدا 25 سال از خودشان کلانه گرفتند، 15 سال. خودشان حبیب خدا 25 ساله بودن، حضرت خدیجه 40 ساله بود. 15 سال از خودشان کلان زن نکاح کرده گرفتند. این به طبیعت شما وابسته است. اگر 20 سال کلانم که باشد، برای تو موافق باشد و فرزنددار باشد و آرزوی تو، مقصد تو برای نگاه کردن فرزند او باشد، یا این زن بیراهه نشود، گفته اگر نکاح کرده گیری، خوش به حال، درست است، صحیح است. در اسلام حد ندارد که تا چند ساله را گرفتن درست، تا چند ساله را گرفتن نادرست. تا چند ساله را که طبیعت تو میکشد، دست تو میرسد، مقصد تو نیک باشد، برای تو درست گرفتن بگیر. السلام علیکم داملای شیرین بیان و شیرین سخن. یک سوال دارم، یا گویم یک شکایت دارم، این را شرح دهید. من در بازار کار میکنم، سوداگر شده. برادرم نیز سوداگر است، لیکن شرایط خیلی خوب دارد. حتی خانه هایی دارد که مردم اجاره می نشینند. من که دادر وی هستم، در شهر اجاره می نشینم. با او گفتم یک خانه را بر من ده، آهسته آهسته پولش را می گردانم. وی رد کرد. با این خیل برادر چگونه معامله کنم؟ حال آنکه مخلص کسیته های شما هست و دائم گوش می کرد. از روی اسلام گوید که آیا این برادر من هست یا نه؟ پیغمبر خدا می گوید، این حدیث متفق علیه است، همه راویان حدیث در این اتفاق دارند، که حضرت انس می گوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. حبیب خدا چی سخنی بهترینی گفتند. ایمان ندارد یکی از شما تا آن زمانی که برای خود آن چیزی را که دوست می دارد برای برادرش دوست ندارد. ایمان ندارد، گفت پیغمبری خدا، آن برادر و آن رفیق و آن همنشینی که از شما هست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می دارد برای تو دوست ندارد. اگر آن برادر برای خودش خانه های زیبا را دوست دارد و برای برادرش دوست ندارد، اگر اون برادر برای خودش نماز را دوست دارد برای برادرش دوست ندارد، آن برادر اگر شرایط خوب در خاندانش برپا کردن دوست دارد برای مردم دوست ندارد، و آن پیشواهایی که فقط برای بهتر کردن احوال خودشان کوشش کنن و لیکن به مردم دلسوزی نداشته باشند، اینها را حبیب خدا گفت ایمان ندارن. اینها گفت اگر ایمان می داشت و آن چیزی را که برای خودش محبوب بود برای برادرش محبوب می گردانید. این علامت بی ایمانی است. این گوش کردن کسیت دیگر است، ایمان داشتن دیگر چیز است. انسان باید مسلمان اصیل باشد. مسلمان می شوی، مسلمان اصیل شو، مسلمان راستین شو، مسلمان درویه نشو. حضرت یوسف
علیه السلام پیغمبر بودند. قومش بر او گفت ای یوسف خدا تو را مددگار باشد، برای چی اینقدر تو روزدار هستی؟ آخر این انبارها پر از طعام است، بهترین شربتها در انبارهای تو هست، در خاندان تو یافت می شود. این انبارها و این خاندان تو پر از گندم است، صندوقها پر از طلا و پر از مال دنیاست، چرا تو اینقدر روزدار میگردی؟ حضرت چی جواب گفتند؟ کاش که این جواب امروز برادرای مسلمان ما و شما گویند. کاش که این سخنی که حضرت یوسف گفتند از زبان ما و شما صادر شود. حضرت گفتند اگر من دائم اگر سیر گردم از حال گرسنگان فراموش میکنم، اگر من دائم سیر گردم، اگر از تمام این نعمتهایی که خدا برای من روزی کرده است استفاده برم، این حالت در چنان مغرور می شوم که از حال گرسنگان فراموش می کنم. امروز این حالت بالای همه ما و شما آمد. حالت خودمان خوب می کنیم، پروای برادر ما نداریم. این حالت وقتی در کدام ما و شما پیدا شد، یقین دان که ایمان تو ایمان ضعیف است، ایمان تو ایمان کامل نیست. بسیار جای حسرت است که امروز ما و شما دلسوزی نداریم. یک برادر ما و شما اگر در عراق باشد، اگر در سعودی باشد، اگر در کدام گوشه دنیا باشد، وقتی خبری شنیدید که حال اونها مشکل است، زندگیشان وزنین است، زیر بانبهای این جهود بدبخت دارد، باید شما غمگین باشین. ببین اون برادر ماست. اگر این حالت شما را غمگین نسازد، شما با دلتان گذرانید که تا حال ایمان شما کامل نشده است. باید ما غمخوار باشیم. خدا رحمت کنه حضرت عمر یادم آمد، در زمانش قحطی آمد، گرسنگی آمد. حضرت عمر خلیفه مسلمان ها، پریزیدنت همون زمان، خیلی دنیای کلان در دستش بود. وقتی حالت مسلمان ها که وزین آمد، هر خانه که سر پیش میکرد دید که مردم طعام های با لذت که ندارد، اولین ضربه که بر جان خود زد چی بود؟ پختن خوراک های روغنی را در خانهش قطع کرد. گفت در خانه من دیگر نبینم که خوراکی روغنی دار پخته شود. اولین ضربه که حضرت به جان خودش زد. دوم چیکار کرد؟ دوم از گوشت خوردن پیشی دهان خودش را بسته کرد. حتی شریکانش میگفت که از شکم عمر صدا می برآمد، از روده های مبارک صدا می برآمد و به جانب شکم میگشت و میگفت تا زمانی که اگر فرزندهای مسلمان از طعام سیراب نشوند، اگر صدای تو ای روده ها مدینه را پخش کند، برای تو خوردن گوشت و شوربا حرام است. این سخن حضرت عمر بود، سردار همه مسلمان ها، سردار ما و شما. برای این خاطر من به این برادر چی میگویم؟ اگر خواهد که انما المؤمنون اخوة شعار او باشد، باید که رحم در برادری خودش کند. وای وقتی که به دادری که از یک پدر و مادر رحم ندارد، وای به همسایه از کجا رحم میکند؟ این الله که سنگدلی این برادر را نشان میدهد. این زر و نعمت از سر همه ما و شما سبیل میماند، همه اینا باقی میماند. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید زر و نعمت اکنون بده کانی توست. امروز این کلیدهای گنجینه و خزینه که در بر داری، امروز اون کلیدها همه که سردار او تو هستی، اینها را کشاده کو به مردم تقسیم کن. زر و نعمت اکنون بده کانی توست، که بعد از تو بیرون ز فرمانی توست. وقتی تو مردی این کلیدها را دیگر کسا صاحب بشوند، این صندوقها را دیگر نفر کشاده میکند.
به دنیا توانی عقبا خری. می توانی ای انسان مالدار میگوید می توانی که جنت خری. با این دنیا می توانی که جنت خری. یعنی اگر تو خیر احسان کنی، اگر تو رحم و انصاف اگر به کار بری، تو آخرت خریدگی هستی. به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. خر میگه جان عزیز. من بسیار یک موسیفیت تجربه داری هستم میگوید من از تو عالم هستم، من از تو خوبتر میفهمم. بعدا حسرت میخوری، فایدت نمیکنه. هر کی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. میمری میرای. این خانه ها با مردهای دیگر می آیند. در اون خانه ها با دادرای زنت میشینند. دادر تو اجاره میگردن. السلام علیکم داملای عزیز. اگر مرده بالغ را با کودک یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده بالغ با کودک ها یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده که بالغ است، یعنی یک مرد مرد 40 ساله 50 ساله، در برابرش باید طفل دیگر آوردن، سال نو تولد شده است یا 1 ساله است یا 2 ساله است. اگر شما خواهید که هر اینها را یک جنازه کنین، اجازت میدهد شریعت، جایز است. مرد کلان از پیش خودت می ایستد و طفل از بری او، از پایانتری او می ایستد. این از پهلو، از قسم بالا می ایستد، جایز است. اگر تنها اگر خواهید که جنازه کنین، این بهتر است گفتن. آیا آدمی به بالغ را 3-4 نفر را یک جایه چی؟ اینم درست است. اگر 3-4 آدمی که به بالغ رسیدن، یعنی از 12 بالا هم، اگر همه شما یک جنازه هم که خوانیم، اینم جایز میشه. لیکن تنهاش بهتر گفتن. لیکن معنی را ندارد که یک جای خواندن اینها نادرست باشد. درست است. کسی غیبت کند برادرش را، نیکیهایش را خدا میگیرد و نابود میکند. آیا این راست است؟ راست است البته. کسی اگر یک برادرش غیبت میکند، خداوند نیکیهای او را میگیرد. امام حسین ابن علی، بچه حضرت علی، امام حسین میگوید یک کس خبرش آورد که فلان همسایت را در فلان معرکه غیبت کرد. امام حسین چگونه رفتار کرد؟ میگوید در یک طبق پر از خرما کرد و خاندان این مردی که او را غیبت کرده بود همونجا رفت. در روایه میگوید زد. وقتی کشا دید حسین، گفت ای نبیره پیغمبری خدا، خوش آمدی، مرحمت. این گفت نه، گفت من خانه تو نمی درایم مگر من شنیدم که تو امروز آن مقدار حسناتی که داشتی همش را مرا دادی. من هم در عوض این نیکی تو به تو نیکی میکنم، این توقی خرما را قبول کن. اگر چنده که نیکی من نسبت نیکی تو خیلی کم است. یعنی کسی که اگر کسی را غیبت میکند، یقین داند که خداوند حسنات او را، نیکی های او را میگیرد، در نامه اعمال اون شخصی را که غیبت داشت در نامه اعمال او میپرتاید و بدی های او را گرفته در نامه اعمال این غیبت کننده میپرتاید. از این بهترین توفه است. خوش به حال ما که امروز میشنویم در فلان جا غیبت ما کردن، خوش به حال ما. غیبت کنین، این حال ما خوب میشود، نیکی های ما زیاد میشود. در اینجا چند برادرات میارن، من نمیخوانم اونها را. داملای عزیز، جمع پیغمبران چند تا هستند و چند تای او در قرآن هست. التماس نامهایشان را تکرار کن تا که ما از کسیته ها نوشته گیریم. و حضرت موسی سخن خدا را میشنید با گوشهایش، یا چگونه سخنرانی هایش بود. خداوند در سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خداوند در این سوره نساء برای پیغمبر خدا حکایه کرد که محمد صلی الله علیه و سلم، بعضی از پیغمبرها را من برای تو قصه کردم و بعضی از پیغمبرهای دیگر را در قرآن نامشان یاد نکردم.
یک حدیث خیلی طولانی در تفسیر ابن کثیر است که ابوذر روایت میکند، میگوید از پیغمبر پرسیدم از اول دنیا تا آخر دنیا چند پیغمبر آمد؟ حبیب خدا گفتند 124,000. گفتم چند تا این رسول بود؟ گفت 313 تا این رسول بود. این گونه روایت هم آمده است. لیکن در قرآن 25 تا او 25 پیغمبر نامشان ذکر شده است و خلاص. باقی اونها را خدا گفت ای محمد من برای تو قصه نکردم. من از تفسیر ابن کثیر نامه های اینها را نویساندم، میخواهم گوش اندازین. حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت یونس، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، ذوالکفل و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. انا این 25 پیغمبری که نام گرفتم اینها در قرآن آمدن. دیگر این 124,000 پیغمبری که پیغمبر ما با ابوذر جواب گفت، باقی اینها را خدا گفت من برای تو محمد صلی الله علیه و سلم قصه نکردم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما یک سوال داریم که یک گروه مخلصان شما جوابش را با پررگی میگردانیدید. التماس سوال ما همین است که در درون حمام غسل نماز جمعه را میکنی و با تنه لوچ طهارت کردن ممکن است یا نه؟ خواهش مرا رد نکنید. التماس بین ما جنگ شد، بداد ما برس. یعنی در حمام وقتی شما رفته آبازی میکنید شما گناهگار میشوید. یقین دانید که شما از ثواب جمعه محروم شدید. وقتی اگر شما یک جایه در حمام رفتید، حبیب خدا گفتن زمانی میشود که مردها دیوس میشوند. گفت چی گونه؟ گفت زنهای اونها در حمام غسل میکنند. این حدیث های صحیح پیغمبرند. در حمام یک جایه وقتی که شما آبازی میکنید ترک فرض میکنید، یعنی از زیر ناف تا زیر زانو که فرض است اینا که شما نمیپوشانید و اگر شما هم پوشانید و دیگرها که نمیپوشانند، این حالت همه شما گناهگار هستید. اگر در همون حمام ها اگر شما تنها اگر غسل کنید جایز است، همون نامرهایی که ما و شما میگیم، اگر در اونها رفته غسل کنید جایز. لیکن در بین مردم با تنه لوچ وقتی شما غسل میکنید، این هم بی حیایی است، این هم بی شرمی هست، این هم البته گویم یک بی ناموسی هست که شما ترک فرض کرده ایستاده اید. از این خاطر غسل با تنه لوچ می شود. وقتی ما و شما غسل که کردین، این حالت همون از طهارت ما و شما واقع می شود. لیکن کار کنید در حمام ها اگر یک جایه همگی باشد و با تنه لوچ نروید، شما گناهگار میشد. تنها باشد اجازت است. این فرمان شریعت است. من به شما حواله میکنم، اختیار دارید. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. میگویند که در روز عید، خواهید رمضان خواهید قربان باشد، 100 دانه تخم دهی حساب یک چاروا ذبح کردگی میشود. آیا این درست است یا نه؟ این نادرست است. اگر 100 نه 1000 تخم که دهی برابر ذبح گوسفند برابر نمی شود. او ذبح دیگر چیز است. او خبر است با نص قرآنی است، با احادیث های پیغمبر خدا هست. با دادن تخم چاروا هیچگاه البته ذبحش شما ثوابش شریک نمی شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گردانید که حتما ضرور است. همه زنها میگویند که در روز سه شنبه یا اینکه روز پنجشنبه بعد نصف روزی میگویند بگاهی جمعه میدراید. پوشاک شستن
یعنی لباس شستن، سر و تن را شستن اوبال است. آیا این درست است یا نه؟ خواهش میکنم حتما سوالی مرا جواب گردین. منم از شما خواهش میکنم که بس کنید زنک ها را گوش کردن. چگونه ای که از ما خواهش میکنین، من از شما خواهش دارم که این زنها را کم گوش کنین. هیچ مادر اپا و خواهر شما مدرسه ختم نکرده است، هیچ کدام اونها علم ندارن، همه اینا جاهل هستند. من در همین مردم زندگی میکنیم، من نمیدانم زنهای ما چند قدر علم دارن. از شما خواهش، اگر مرد باشید برادر باشید همون عالم هاتون گوش کنید. بس کنید مامم گفت، بابام گفت، اکم گفت، فلانی گفت، اینا دلیل شرعی نمیشوند. اگر کدام انسانی را شما اگر مثالم که آرین، اگر ما تا در کتاب نبینیم سخن او رد از قبول نیست. امروز الحمدلله در پیش ما کتاب است، امور خداوند خط داده است، سواد داده است. دیگر ما احتیاج به هیچ مادر و اپا و دیگر شما نداریم. برای همین شما هم آنها را گوش ناندازین، اینا همه دروغ هستند. چه روز سه شنبه میشوی، چه روز جمعه میشوی، چه روز چهارشنبه، همه روز برای ما و شما لباس شستن، تازه گشتن، پاکیزه گشتن سنت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و تنی صحت و دل بیغم را آرزو دارم. اکای حاجی میرزا، شما بگویید که در فصل زمستان مسجد محله ما خنک است. ما در همسایگی مسجد اقامتی میکنیم و من باشم از زبان شیرین شما شنیدم که اگر کسی در همسایگی مسجد میشیند و در مسجد نماز نمیخواند، نماز او حتی نماز نیست. در زمستان هم مسجد رفته نماز خوانیم یا در خانه. من حالا باشد نمازهایم را هر روز در مسجد میخوانم. التماس خواهش میکنم که سؤال مرا پر جواب گردانید. خوش به حال همو برادرهایی که چی در تابستان و چی در زمستان در مسجد رفته نماز میخوانند. البته کسی که نماز در همسایگی مسجد است و نمازش در خانهش میخواند، این نماز قبول نمی. پیغمبر خدا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، این حدیث صحیح است. نیست نماز از برای آن کسی که اگر در همسایگی مسجد زندگی کند و در خانه نماز خواند. زمستان، تابستان، همه حالت در گردن ما نماز با جماعت سنت مؤکده هست. باید که ما و شما ترکش نکنیم. اگر ترک کردیم ما و شما گناهگار میشویم. این گناهگاری هم کاری هزل نیست، کاری آسان نیست. همه مسجد امروز خنک است. السلام علیکم داملای محترم. یک برادر اسلامی 7 پاره قرآن را ختم کرده، به پاره 8 شروع کرده است. امیدوار یک کف دعای شماست. التماس در همین جمعه در حقش یک دعای خیر کنید. با احترام برادر اسلامی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان باز هم علمی لدون و ذهن ذکی، علم نافع، علم با عمل و حفظ مکمل خدای مهربان با این بنده خود نصیب بگردانی و به تمام آن میخواندگی هایی که دارد عمل کردن در خدا موفقش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین زمان. من میخواستم از شما بفهمم که آدم های هستن که میگوین که خدا زده باشو او راه زده نه. باز میگوین که در پشتش کدام اوراحی بود است که او با فلان بلا گرفتار نشد. من با آنها میگویم که شما نادرست میگویید. شما چی میگویید؟ در آخر در حق شما یک فکر کنید. میگویم که در ما و شما که خدا زده باش او راه زده نباش. وقتی انسان خدا زد دیگر ارواح او را مددگار میشود. نقطون یک همین سخن گوش اندازید. از همه مشکل ترین خدا زدن است. وقتی خدا کی زد از دست ارواح چی می آید؟ این مثل همون سخنهای ما و شما که از جامون میخیزیم یا علی شعری خدا گفته مثل شیعه هاواری. ولی بسیاری از ما و شما این عادت داریم از جامون که خیزیم یا علی شعری خدا مدد کن. این کفر است، این شرک است. از جات که میخیزی یا الله مینشینی یا الله پیرا مدد کن. پیرها مدد کردن نمیتونن، خدا مدد کن. اینا هست. باید این کلمه ها باید از زبان ما و شما دور شود. اینم به منزله امین است.
پیرها مددمان میکنند. اگر ما و شما نزدشان رویم تعلیم گیریم، تفسیر قرآن خوانیم، تفسیر احادیث ها خوانیم، مدد از همین خودش یاردم کردن از ثواب میگیرند. لیکن از اونها مدد طلب کردن ما حق نداریم. اگر خواجه شود از بنده راضی، به او یار است استقبال ماضی. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. اگر خدا از تو ناراضی شد، اگر خدا که تو را زد، دیگر دنیا و قیامت در تو هیچ دوست برای خودت یافته نمیتانی. حضرت گفتند